اوسشواد خسته نباشی. سلامت باشی. اوسشواد به چی فکر میکنی؟ به طمع آدمیزاد. یه داستانی برات تعریف کنم. پادشاهی بوده، وزیرش میگه برو بگم تو آبادی ببین نجسترین چیز تو دنیا چیه. یه هفته وقت داد. وزیر میگرده میره میبینه نجاست انسان از همه چیز نجستره. راسته برمیگشته خوشحال خندون که فهمیده چه خبره. میرسه به یه چوپونی میگه آره جریان اینه و ما اومدیم دنبالی همچون کاری و اینا. چوپونه برمیگرده بهش میگه نجاست نجسترین چیز نی. اگه میخوای بهت بگم چیه نجسترین چیز باید نجاست خودتو بخوری. وزیر نجاست خودشو میخوره و برمیگرده بهش میگه نکن. نجسترین چیز طمع آدمیزاده. تو الان طمع کردی به وقت پست و مقامت برش نجاست خودتو خوردی. حالا مثل آدم های این زمونه اونه طمع کار، یعنی از هر نجاستی نجسترن. آدمی که طمع داره میخورن و میچپن و میبرن، بازم طمع دارن و سیر نمیشه. اینم برس برای اونایی که طمع کارن.